من در مورد شبهه دومی که آقا عبدالله دوستان نگن که پاسخ ندادیم به این شبهه، چون این شبهه مفصلی هست، چندین برنامه میطلبه. قضیه بردهداری، کنیزداری در اسلام. خیلی میگن خب چرا اسلام نیامد یک آیه صریح نیاورد که آقا دیگه بردهداری، کنیزداری متوقف، شما نه بردهداری بکنید نه کنیزداری بکنید. در حالی که اسلام عملاً بردهداری و کنیزداری رو از بین برد. امروز شما در هیچ جامعه اسلامی نمی‌بینید که بردهداری و کنیزداری وجود داشته باشه. این دین الله سبحانه و تعالی و این از به اصطلاح اون حکمت الله سبحانه و تعالی در این دین هست که عملاً تونست این مسئله رو ریشه کن بکنه بدون اینکه آیه صریحی در منعش وجود داشته باشه. شراب در 3 مرحله الله سبحانه و تعالی شراب رو از جامعه ریشه کن کرد. مرحله اول این بود که گفت در این شراب فوایدی هم هست اما ضررهایی هم هست، ضررهای آن از فوایدش بیشتره. عده‌ای که در اون سطح اعلای عقل وجود داشتن اومدن گفتن ما چیزی که ضررش بیشتره ما چرا استفاده بکنیم. آیه دوم نازل شد بعد از مدتی، یک 10-20% در جامعه شراب نخوردن. بعد آیه نازل شد ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که نشه هستید، مست هستید، به شراب نخورید. عده‌ای که واقعا ایمان داشتن، مسلمان واقعی بودن، گفتن مادامی که شراب ما را از نماز که یک عبادت هست، رکن دین هست، اولین چیزی که در روز قیامت ازش پرسیده میشه، پیامبر صلی الله علیه و فرمودن که بین رجل و الکفر و شرک ترک الصلاة، بین یک انسان و کفر و شرک ترک کردن نماز هست، پس چرا این شرابو بخوریم که ما رو باز میداره از نماز خواندن؟ یه 50-60% دیگه هم اومدن چیکار کردن؟ شراب نخوردن. این 50-60% با اون 10-20% که در اول شراب رو متوقف کرده بودن شدن حدود 80-90% جامعه شراب نمیخوردن. پس جامعه آماده شد برای آیه بعدی که نازل شد که انما الخمر والمیسر تا آخری که فاجتنبوا. مسلمان ها ترک کردن، شراب کلا تحریم شد، کسی که شراب میخورد بعد از اون مجازات میشد. حالا یکی بیاد بگه که خب شما الان دارید شرابخورا رو مجازات میکنید، این چه دینیه، دارید مردم رو شکنجه میکنید. وقتی که در یک جامعه 10% جامعه، مثلا 5%، 2% جامعه بیان با شرابخوری و مست شدن سبب ایجاد مشکلات برای اکثریت جامعه بشن، باید مجازات بشن. به خاطر این مجازات بشن که اینا ایجاد دردسر کردن برای بقیه، چون اقلیتی هستن، باید مجازات بشن. همچنین در قضیه بردهداری اسلام اومد اولین کاری که کرد، بردهداری در جامعه وجود داشت، جزء لاینفک جامعه اون زمان بود، چه در فارس، چه در روم، چه در جزیره العرب. اگر اسلام میومد میگفت که ای مردم، سر از امروز هرچه برده ها هستن آزاد هستن و کسی حق نداره برده بگیره، چی میشد؟ یک خیلی عظیمی از جامعه، چه زن چه مرد که برده بودن، ولو میشدن در خیابانها بدون سرپرست، بدون اینکه کسی اونا رو غذا بده، بدون اینکه کسی اونا رو پناه بده، بدون اینکه کسی اونا رو بهشون به اصطلاح خونه بده. نه پدری داشتن، نه مادری داشتن، نه قومی داشتن، نه قبیله‌ای داشتن، نه کسی اونا رو جا میداد. پس یک مشکل ایجاد میشد در جامعه. مثل آخوندایی که امروز به هزاران نفر از دختران تهرانی به نام صیغه تجاوز کردند. امروز در پایتخت جمهوری اسلامی ایران 10,000 دختر خیابانی وجود داره. مجلس شورای اسلامی مجبور شده که خانه‌های عفاف رو به اصطلاح بسازه تا این دخترهای خیابانی رو ببرن در اونجا سرپناه بدن. در اون زمان اسلام آمد، اولین آیه‌ای که نازل شد گفت انما المؤمنون اخوه. در این مورد اولین آیه‌ای که در این مورد نازل شد، مؤمنین با هم دیگه برادرن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی گفتن که هیچ عربی بر هیچ عجمی، هیچ سیاهی بر هیچ سفیدی، هیچ سفیدی بر هیچ سیاهی، هیچ کدام از شما بر هیچ کدام دیگر برتری ندارید مگر به تقوا. آیه دیگه نازل شد یا ایها الناس، نگفت یا ایها المسلمون، نگفت ای ابوبکر و عمر و عثمان، گفت یا ایها الناس. ببینید ما دو خطاب داریم در قرآن کریم، یکی یا ایها الذین آمنو، این خطاب خاص است برای مؤمنین، یکی یا ایها الناس خطاب عموم است، خطاب سازمان مللی است برای همه دنیا، چه آمریکایی، چه اروپایی، چه چینی، چه ایرانی، چه افغانی، چه آذری، چه ترک، از هر نژادی که هستید، ای انسان ها. اسلام در اینجا مهم نیست در این خطاب.
میگه ای انسان ها، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، شما همه با هم دیگه خواهر برادرید، شما را از یک مرد و زن آفریدیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را قوم قبیله ساختیم تا هم دیگه رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. پیامبر صلی الله علیه و آله در حجة الوداع اومدن گفتن که این جاهلیت عربی که این بر این برتر است، اون بر اون برتر است، این نژادش خوبه، اون نژادش بده، این زبانش اینطوریه، این رنگش، همه اینا زیر پای من هست. یعنی چی؟ هیچ ارزشی نداره. در حدیث دیگه فرمودن اگر یک برده حبشی که کلش مثل کشمش باشه بر شما امیر شد، واجب است که از او اطاعت بکنید. همه اینا رو داشت اسلام نهادینه میکرد در جامعه. به سلمانی که برده فارسی بود گفتن سلمان منا اهل البیت، سلمان از اهل بیت من هست. بلال حبشی که برده آزاد شده ابوبکر صدیق بود شد مؤذن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. امروز ما میگیم سیدنا بلال، آقای ما، سرور ما بلال یک برده بود. اسلام اومد اینا رو توسط این آیات و این احادیث و فرمودهای پیامبر صلی الله علیه و آله در جامعه عملا تطبیقش داد. یک اشراف زاده قریشی با یک برده حبشی شدن برادر، پیمان مواخاتی که پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه بستن. قدم بعدی چی شد؟ عبادات نازل شد. ای مردم روزه بگیرید، اگر که مشکلی داشتید روزتون رو خوردید، اشتباهاً به اصطلاح اگر با خانومتون انبستری کردید در روز رمضان یا عملی خلاف نواقض روزه رو انجام دادید، چه کار بکنید؟ اولین کاری که انجام میدید چیه؟ برده آزاد بکنید. یکی برده داشتن به این مناسبت آزاد میشدن. اگر فلان کار در حج انجام دادید، یکی از ارکان و واجبات حج رو انجام ندید، یک برده آزاد بکنید. برده در حج آزاد شدن. اگر فلان کار کردید، قسم خوردید، میخواستید قسم خودتون رو بشکنید، برده آزاد بکنید. بعدش هم زندگی برده در جامعه اسلامی چی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمودن که از لباسی که میپوشید از همون لباس بپوشن، از همون غذایی که میخورید از همون غذا بخورن، از همون مرکبی که استفاده میکنید از همون مرکب استفاده بکنن. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه برای فتح بیت المقدس میرفت، نوبتی بود، چند ساعت سیدنا عمر سوار اون اسب یا شترش میشد، چند ساعت برده سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. نوبت میکردن با هم دیگه. مواخات بود، عدالت بود، مواسات بود در اینجا. موقعی که وارد بیت المقدس میشن، جالبش اینجاست که برده سیدنا عمر سوار مرکب هست و سیدنا عمر داره افسارشو میکشه. مردم بیت المقدس دارن به برده سیدنا عمر میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین. این گونه بود که اسلام بردهداری رو ریشه‌کن کرد بدون اینکه یک آیه هم در این مورد نازل بکنه. این از دین الله سبحانه و تعالی. آیا دینهای خودساخته بشر تونستن این مسائل مهم اجتماعی و اخلاقی رو حل بکنن در جوامع خودشون؟ تا همین چند سال پیش در آمریکا، در اروپا برده میگرفتن از هم دیگه در جنگ ها. همین سرخپوستای آمریکا رو در همین 2 قرن گذشته با چه فجایع و به اصطلاح با چه مجرمانه اینا رو یا برده گرفتن یا اسیر گرفتن، کارهای طاقت فرسا رو به وسیله اینا انجام میدادن یا اینا رو قتل عام کردن. این هست دین الله سبحانه و تعالی که دین فطرت است. میدونه که انسانها چطور باید مشکلات جوامع اسلامی رو حل بکنه. آه